صبح بخیر خدمت رفقا. با حاجی ساعت 5:30 بیدار شدیم. الانم ساعت 6:15 اومدیم پیاده روی. ما میایم 8 کیلومتر راه بریم تو پارک. دیگه میایم پارک که ماشین و اینام نباشه حال کنیم. آره از این به بعد گفتیم بیایم اینجا، بعدم بریم یه دوشی بگیریم و یه دعای صبحگاهی و بعد میخوایم با حاجی بریم صبحونه بخوریم. نوبت حاجی جون منه. خدایی میگم این باشه، این شیرمرد، مثلا بگم پیرمرد، این شیرمرد 6 صبح 4 صبح 2 صبح رفیقه به قرآن مجید. حاجی حالم بده بریم پیاده روی بریم، حاجی حالم بده غذا بخوریم بستنی بخوریم، حاجی فلان، حاجی فقط میگه آیسان پول در بیار، هر غلطی میکنی بکن فقط. آره پیاده روی عالیه. این پاتوق جدید اولین بار حاجی رو آوردم اینجا. یه نیم ساعت پیش گفتم حاجی روشن که بشه بلبلا شروع میکنم به خوندن. الان هوا داره روشن میشه، گوش کن. نشون میده که زندگی در جریانه. چرچه بلبل، نه پول آب میده نه پول برق میده نه خونه میخواد، همین رو درخت است. ولی یه مشکلی داره دیگه، اینجا پر سمور خارکسته، پرنده ها رو درخت میخوره. همه برای بقا باید یه چشی بخوابن اینجوری، یه چش دیگه باید وا باشه اینجوری تکچش. حاجی میگه که چه حکمتیه آفتاب که میاد بالا، چون میدونی که نیم ساعت پیش اینجا تاریک بود، صدای هیچی نمی اومد. حاجی میگم این پرنده هم مثل ما الان دیگه بیدار شدن، یه سریا رو گوش میزنه، یه سریا رو سمور میخوره، یه سریا رو ماشین میزنه، یه سریا رو دنبال غذان، یه سریا امروز میزنن حامله میکنن، یه سریا میزان. اینا هم همین برنامه ها رو دارن دیگه، شک نکن اینا هم زورگوتشون هست. این کسکش مثلا این کلاغه همه جا کلانتر داره حاجی، تو این جنگل هم داره. آره دلت نخواد بعضی موقع گنجش باشی که از همه فرار بکنی. تو گنجش بشی شانس کلید همون روزی که تو رو تبدیل بکنن به گنجش یه شاهین بالاتر نشسته. کلاغا ساعت 6 خوابالو بودیم، الان دیگه با حاجی جون میزون. حاجی میگه اصلا نمیتونم فکر بکنم اینجا هیوستن انقدر باحاله. اینجا همون جایی که میام صبحانه میخورم، اینجا زیلو میلوپ هم میکنم. اینا یه مال دوچرخه سوار هست. چقدر شد دارش؟ سمال شد؟ بس بریم دوش بریم صبحانه بخوریم. آره مورنینگ. آره پاتوق اینجاست. مردم در بازاراش. بچه ها سلام. من نرمش کردم اینجا، یه 10 دقیقه نرمش کردم، تیپ زدم، موهام هم اینجوری کردم. اینا دارم میدم سر کار. خب یه 2-3 دقیقه میخوام بشینم با هم دیگه حرف نمیزنم، اینو گوش کنیم. خب میخوام با هم دیگه گوش کنیم. میخوام برای حیوانات خانگی دامهایی که دارین دعا بکنیم. خب برای حیواناتی که دارین، برای اون پرنده هایی که شانسی میان رو خونتون میشینن، برای اون بلبلایی که صداشون رو شما تو گوش شما میاد تو گوش فلانی نمیره. خب میدونم یه ذره شاید ویرد باشه، میگیره. خب ویرد یعنی غیر قابل چیز. 3 دقیقه وقت بذارین، جان قدیر نزنین نره. خب گوش کنین.
تاریکی. به من نشان ده که هرچه بیشتر در خود فرو روم بیشتر تو را میابم. هرچه به عمق سکوت درونم نزدیکتر شوم صدای تو را واضح‌تر میشنوم و هرچه بیشتر از دغدغه‌های بی پایان جهان دور شوم بیشتر در آغوش آرامش تو قرار میگیرم. مکنون ای خدای بی همتای من، در پایان این نیایش بی پایان دلم را به تو می سپارم، همچون برگی که خود را به دست نسیم می سپارد بی آنکه از مقصدش بپرسد. هرچه در این روز پیش آید من آن را پذیرا خواهم بود، زیرا ایمان دارم که هر قدمم زیر نگاه مهربان توست. خداوندا در لحظه های شادی به من یادآوری کن که اینها همه از لطف توست و در لحظه های سختی به من قوتی بده که با لبخند بگویم این نیز بگذرد. مرا چنان سرشار از عشق و آرامش خود کن که حضورم در این جهان حتی اگر کوتاه باشد نوری بیفکند که خاموش نشود. پسر یکی از این آقایونی که پدر منو پیدا کرد تو آگاهی پسرش مریضه، پسر جوان داره. این 3-4 میلیون نفر یک ثانیه برای این برادر زاده من که مشکل داره، اسمش از حامد، فامیلیشو نمیگم، یه حامد یه پسر جوانیه که پدرش کمک کرد قدیر پیدا شده. میخوام 20 ثانیه برای اون دعا بکنیم و 20 ثانیه برای تمام مریضا. ای خدای خوب و مهربان، اگر امروز کلمه ای از زبانم برآمد که کسی را زخمی کرد به من شجاعت بده که پوزش بخواهم و اگر در دلم بذر رنجی کاشته شد به من قلبی بزرگ بده که آن را ببخشم. ای سرچشمه هر آغاز و انجام، تویی که همواره با منی، مرا هدایت کن تا زندگیم نه تنها به خودم بلکه به دیگران نیز روشنی ببخشد. امروز من در سایت راه میروم و زیر نگاه مهربان تو هر گامم را با ایمان برمی‌دارم. قدر سلامتی رو بدونید. حقیقتا به یه توبه میری اصلا اهل گریه‌زاری موقع دعا هستم تنها، ولی اصلا جلوی دوربین نه. آخه باورتون نمیشه چرا گریه هم گرفت. این طرفی که همین برادر ما که همین مأمور آگاهیه همسن منه، بچه محل منه، بچه یه شهریم، بچه یه روستاییم، کجوری این مردو. گفتم داداشی من برای تو چیکار بکنم؟ گفت داداش من اصلا با تو دارم تلفن صحبت میکنم الان میترسم. و گفتم این واتساپه کسی نمیتونه اینو بفهمه، حالا چیزی هم که من نمیخوام بگم. گفتم هر کاری بگی من برات میکنم. گفت وایسان جان من تو رو خیلی نگاه میکنم. گفت من از سر کار تموم میشم میرم خونه خانم بچه‌ام میدونم فقط تو رو نگاه میکنم. گفت این دعایی که میکنی بچه منو دعا کن خوب بشه. یه بچه 7-8 ساله یهو یادم اومد اینجور عاجزانه به من دعا خواست و چیزی نخواست گریم گرفت. به جان قدیر، به خداوندی خدا، به قرآن، برای همین گریم گرفت. نه به خاطر قدیر، نه فکر بکنین الان یه سری من میگن آیسان جان آره اون لحظه ای که اینجوری شد تو خیلی داری قصه میخوری. نه برادر من قدیر کلا باش 5 سالم زندگی نکردم. قدیر همش خارج بود، من با شوکت بودم. بعدم من 13-14 سالگی اومدم پایتخت دیگه اصلا نبودم. پایتخت تلویزیون نه، پایتخت کشور تهران. آره
بر همین آجی خیلی خدا وکیلی الان با خدا خالصم. آخه هیچکی نیست تو این خونه باش، من همش تنهام دیگه، همش با تو به یه چیز زیاد فکر کنی، مورچم تو اتاق زیاد بهش فکر بکنی، بگی این خداست، پس فردا جلوی مورچه نمیگوزی، میگی وای این خداست احتمالاً. گرفتی چی شد؟ هر چی رو بهش انرژی بدی میشه خدای تو دیگه. تو فکر کردی واقعا دو هند گاوو میپرستن؟ کسخلن. انرژی میدم بهش. منم انقدر انرژی دادم به این آسمان، قلب من صاف شده، گریه میکنم دیگه حاجی، چیکار بکنم؟ اشک میاد سبک میشه. بعد نه برای ببخشید جندبازی دارم اشک میریزم، نه برای بوگاتی اشک میریزم، نه برای سلامتی خودم اشک میریزم، نه برای این وروجک بیناموس که آرام قرار نداره، هرس منو در میاره، اصلا قیافه‌شو یادم میاد، نه با اون چیز. تنها چیزی که حاجی به من این واسه مردم همینجوری حاجی راز و نیاز دعا میکنم. حاجی الان یه چیزی شده هر کی میاد منو میبینه هیچی نمیخواد، فقط میگه دعا کن. بعد میام خونه میگم خدا یعنی چی میگن دعا کن چیه؟ بعد پایین نگاه میکنم میگم احتمال داره تو دیگه تو آخر عمر مثلا غلاف کرده باشی. بعد انقدر کافر میشم گوشی میگیرم به دخترای خوشگل تکس میدم کون آقایون متعهل بسوزه، من اومدم دوباره گونده، من اومدم آقایون متعهل. شما باید انقدر بدبختی، ما مجرده داریم میریم حال بیم. آقا مجرده بیان همه بریم کسچرخ، بیایم بیا. چرا جیگرتله ها دارن میریم یه صبحانه سلطنتی بزنیم، حاجی با ماشین خودشه، چون حاجی قرار داره نهار، قرار کاری داره. به من گفت تو میای؟ من از قصد با گرم کن اومدم که نرم اینا. من کجا برم؟ گفتم حاجی منم تدارکات انجام میدم. کار از اول هم همین بود، کارهای دفتری با حاجی بود، مکانیکی و خارکسته هرچی دردسر کیره خر بود با ما بوده. حاجی میگم نه حاجی تو چون بچه خیابون هستی. گفتم برادر ما بچه خیابون فارسی بود نه با خارجی. من مثلا اسپوخشس بغ بودم که مثلا آلمانی صحبت میکردم با بغبغی فرانسوی یه ذره که همون بهش میگفتن زمان بغبغو باره. ای قدیر خدا تو رو نکشه. اخبار الان دیدم کانال دیدم چند بود مال مازندران بود، گروگانگیر آقای قدیر اسلامی. ای خدا تو رو لعنت نکنه قدیر. قدیر که میدونین که رفت آلمان درس بخونه، بعد 3-4 سال اصلا ثبت نام هم نکرده بود و برگشت. یا یه خاطره دیگه شو که تو لایو گفتم. آقا بذاریم من برای شما تعریف بکنم داستان خدمت قدیر رو. قدیر 20 بار میره خدمت قبل انقلاب، هر 20 بار رو فرار میکنه. این عموی ما اینو میگیره بر میگردونه. یه بار که عموی ما گرفت اینو برد کردستان سربازی، اینو تحویل داد، بعد 20 بار در رفت. عموی ما تا برگشت چالوس اومد خونه گفت ماما، گفت مار. عموی من به مادرش گفت مار، گفت هون کی آجه با خدا؟ گفت اون کی اون بغل خوابیده؟ گفت قدیره ده. گفت قدیر؟ گفت این خارکسته رو من بردم کردستان الان سربازی، یعنی که زودتر از من قبل عموی من فرار کرد اومد بغل بخاری خواب بود. فهمیدی؟ قدیر وروجک شما نمیدونین این چیه که. آره خلاصه گفت اگه من تهران باشم تهران میمونم. تهران که رفت نمیدونم اولش بود چی بود، گفتن آقا راننده میخوایم، یه سری دست بیارم بالا. بعد گفتن آقا غریق نجات میخوایم، این آقا دستشو برد بالا. اینو بردن هتل هما و شرایتون. بچهای این سردارای زمان قدیم سپهبدا که شنا میکردن، این غریق نجات اونا بود، دوره سربازیش اونجا بود، 3 ماه اونجا بود، فرار نکرد. یه روز پدر یکی از این بچه‌ها میاد و سری صاحب سخرینا میان که غریق نجات یه مانور بده جلوی جناب سردار سپهبد که ببینه تو بچه‌شونو چیز میکنی. این گریه کرد، سود دو گردنش گفت من شنا بلد نیستم. این شنا بلد نبود. 3 ماه غریق نجات بچه‌های سردار بود، یعنی اگر میفهمیدن کونش بخیه میزدن سردارا. این یه همچین وروجکی بود. بعد این الان اینجوری کردن، اصلا سرگذشت این من نمیدونم چی بود آجی اصلا الان. ولی فقط اینو به شما بگم، این 6 روز این اندازه 60 سال خاطره داره. یعنی من اینو به شما بگم،
این آلمان رفت 4 سال درس بخونه، 4 سال، بعد نمیدونم بلک لیست شد و انقدر رفت تو این فروشگاه لباس پوشید، لباس کنهای خودشو گذاشت، اینو گرفتن اینو بیرون کردن، رفت دکتر بشه به عنوان یک دزد حرفه‌ای، برگشت به ایران دزد جوراب و همین توی. آره منظورم که این هنوز خاطرات آلمان از سال 58 داره تعریف میکنه. حالا تو فکر کن اینو تو اخبارم گفتن، یعنی امروز صبح من دیدم اخبار ایران گفت آقای قدیر اسلامی، گفتم یعنی شما نمیدونین آقای حالا سرداری، سرگردی، سپهبدی چیه چای برای خودتون کندین. یعنی اگر این 6 ماه دیگه واسه ریاست جمهوری نمیاد ثبت نام نکرد، خب منم میام دیگه، مگه چی از خود اینجا پسر من اونجا آیسان هست و منم میام دیگه. نه Good morning brother. How are you? Good to see you my man. آره باشه دیگه اینم ماجرا. ما رسیدیم اینجا، داره ماشین میبره پارک میکنه. How are you? Good to see you. Was your travel good? Yeah, Yes, now awesome. good? Yeah. Good to see you. آره اومدم یه صبحونه سلطنتی بزنم اینجا، آره بعد برم سر کار. همین دیگه، این ماجرای پاپا بود دیگه. پاپا کسه. بچه ها من گفته بودم انگشترم رو گم کردم، اون انگشتری که خواب ما به من نشون میداد اونو گم کردم. اون انگشتری که بابا جان 50 تا مأمور اف بی آی هم بگرده نمیتونه پیدا کنه. اون انگشتری که من عکسشو میذارم، اون انگشتر خیلی تمیزه. آره دست حضرت نورعلی، آقای نورعلی تنابنده خداونده دستش به این تابنده دستش به این خورده، انسان شریف. آره دکتر آقای تابنده فوت کرده. آره از دراویش و گنابادی اصلا کاری ندارم، الکی کسبازی در نهرینه، حزب پزب از این حرفا. این انگشتر برای من خیلی قابل تقدیر، همیشه همراه من هست. چند وقت دیگه بعد میخوام بدمش به یه نفر بعدی. آره این میخواد تو سلسله ما سلسله هاکوپیانی من آیجینا، اونا سلجوقیان بودن ما به خدا اگر نیدی اگر سلسله حاجی و آیسان و هاپوکی، او نه سلسله هاپوکومار که با هاکوپیانی ناز، او خودی و لباشو چند وقت درگیر قدیر بودم، لبای حاجی الان برای فروش نداشتم. بذار اینجوری کنم فقط نها کن، کافی که میخوره اینجوری میکنه نها کن، اوه بودو تو پاک کنم لوشه رو بکنم، یعنی لبتو بکنم. آره لوشه میشه لب به شمالی. انگلیسی روشون الان دیگه کامل شدیم، برین زبان سوم مازنی. یه ذره انگلیسی چیزایی بگم شما نفهمین. آجی اون داستان اشفاقفنگ بود، اشفاقفنگ آجی میگم با مردم رفاقت خیلی ترسناکه. حواسا همه جمع الان زدن که آیسان بابا رفت آلمان یه کلمه یاد گرفت، یادت رفت کلمه فویا نمیدونم میشد آتش، نمیدونم فندک، نمیدونم چی میشد. هر کی رو میدید توی این هتل شرایطون بعدم میرفتیم فویا با خارکوس مثلا آلمانی نیست، این فویا چیه؟ فویا گرفتی چی شد؟ آره کلمه فویا رو یاد گرفت، بالای فکر کنم 20 هکتار پدرش زمین فروخت بره دکتر شه، با کلمه فویا برگشت و با همون آتیش هم تا آخر عمرش که الانه وفاداره. دور آتیش فقط چیزا اضافه گذاشت مثل تریاک شیره اینا دور آتیش. شیرمرد حاجی الان میگم حاجی امروز سخنرانی چیه؟ میگه امروز در مورد انرژی باید صحبت بکنم چون صبح خدا وکیلی بریم سر کار دیگه. نام خداوند بخشنده و مهربان. میخوام یه شعر بگم. ز این پس بهارم رفته تو این نوای من، رفته بودی کجا؟ شما هم تو ماشین میشینید این کون شورت گیر میکنه این زیر کونتون اینجوری میکنی مردم فکر کنن کونتو انگوش میکنی از بیرون این حالت. ای وای داره نگاه
به نام خداوند بخشنده و مهربان. مسافرین پرواز محترم 475 هواپیمایی ما، مسافرین محترم پرواز 458 هواپیمایی ماهان از مقصد نروژ به تهران برای سوار شدن به گیت خروجی مراجعه فرمایند. به نام خداوند بخشنده و مهربان و روح بلند امام خمینی که رید توی مملکت رفت. اول باید بگین به نام شهدا. خمینی رو تو هواپیما کی میگه آخه؟ همونجوری هزار تا نفرین ناله پشت اون یاروه. یعنی دارین خایه خلبانه دارین، یعنی میلرزونین که شما میگین روح بنیانگذار خمینی بهت قول بدم کل اون 450 نفر تو هواپیما میگن ای گاییدم کله فلانی رو، اما روحش یعنی به خدا دارم میگم روح آقا. باید بگیم به خاطر شهدای مملکت که رفتن شهید شدن. یکی ناراحتی قلبی داشت مرد که اون که دیگه میشه شهید برادر، که کسکی را بردین خودتونو شهید. بیا دو روز دیگه قلب قدیر هم وایساد بگین شهید قدیر اسلامی. پس خلبان رمزون علی زلزله صحبت میکنه. ما در ارتفاع 10,000 پا هستیم الان. فشار هوا 17 درجه سانتیگراد و وزش باد 459 درجه سانتیگراد. خب میدونم به ما چه ربطی داره آقای خلبان؟ تو چند پا هستی؟ تو الان دروغ به جای 10 بگی 8 مگه ما میفهمیم؟ یا فشار باد میفهمیم؟ غذا چی دارین این تو؟ غذا چی داری؟ فلانی پایین جلیقه رو در بیار، جلیقه از زیر بکش بیرون. آقا جلیقه رو نبرید. اون جلیقه اگه هواپیما توی آب بیفته خدای نکرده با تن 4 نفر امثال خود قدیر تو خودت جلیقه ها رو میگیری میبری، تو خودت شنا بلدی. خدای نکرده اگه در دریای سیاه بیفتی کوس نهنگای غربی بیان تو رو گاز بگیرن، تو مگه جلیقه دیگه داری؟ همه رو گرفتی دزدی کردی آوردی خونه جلیقه ها رو. زیر تختش میرفتی 60 تا جلیقه بود. انگار اومدی خارکوسه استخر تهران بالا شهر کجاست استخر اونجا، انگار انبار جلغزه. آقا من دارم میرم سر کار دیگه، کار نریم فعلا، نه دیگه مواظب خودتون باشین تا چند ساعت دیگه. اینا بیا اینا به این که تیپی دارم کف بکنین. آره یه خبر خوب برای شما دارم. من و حاجی داریم یه قایق 2 خوابه میخریم با آشپزخانه و همه چی. آره الان فعلا در حد صحبت دارم رو مخش کار میکنم. آره 50 شریک من حاجی. آره حاجی که بلد نیست مال من دیگه. آره کمر باریک من، شام تاریک من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن کمر باری، با ما صفا کن کمر باری. کمر باریک من، شام تاریک من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما صفا کن کمر باری، با ما صفا کن کمر باری. الهی ما ندین از خانه تو بلبل باشی و دلانه تو کمر باری. کتاب کودکان گردد به مکتب پر از حرف من و افسانه تو کمر باری. کمر باری که من، شام تاریک من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، حاجی یه چیزی میخوام راست حسینی به شما بگم. این بچه‌ای که الان بازداشته 21 سالشه. این بچه خواب و خوراک منو گرفته توی آگاهیه. خدا وکیلی حضرت عباسی. دلم نمیاد، میخوام یه جوری بشه این بچه آزاد بشه بره دنبال زندگیش. آره الان یهو به ذهنم اومد. آره اون بچه گناهی نداره حاجی. اون بچه‌م بچه طلاقه مثل منه. مادرش یه اشتباهی بی‌ناموسی کرده با شوهر ننش. خود بچه گناهی نداره حاجی. من خودم بچه طلاقم، آگاهی هم بودم. 3 روز تو آگاهی 4 روز دهن من گاییده شد با همین آقای کشاورز ملکی، الان بازنشسته شدن.
افسر آگاهی چالوس. آره من یادتون هست که آره خیلی قدیم، یعنی میدونم من کار خاصی نکردم، ما کفش دزدیدیم، اینا آدم دزدیدن، ولی قلب من راضی نیستیم بچه 21 ساله میخوام بیاد بیرون توبه کنه بره دنبال زندگیش، ولی اگه یه بار دیگه کرد ننشو بگن. فهمیدی؟ این بچه رو من ازش میگذرم به احتمال 99.9%. آره دیگه حرف زدم دیگه. آره اون بچه باید بیاد دنبال عاقبتش. من اگر ایران دوستم، وطن پرستم، این جوان وطن منه. آره این بچه سابقه سفیده. این بچه روزی اومدی بیرون یادت باشه که جان تو رو فرامرز آصف خرید. من این آهنگ رو گوش دادم، کمر باریک، حالم خوب شد این حرف رو زدم. منم یه حرفی بزنم از حرفم پایین نمیام. بلا دختر بلا یه حسنانی گهی با ما گهی با دیگرانی کمرانی خدای دادمون روی زیبا ولی سنگین دل و نامهربانی کمرباری که من شام تاریک من بیا به نزدیک من صلح و صفا کن جفایی گرمسه اما وفا کن کمرباری. خدا آدم امتحان میکنه، میگه تو که دم از گذشت و معرفت میزنی، حالا ببینم چند مرده علاجی. عزیزترین آدم زندگی تو میذاره جلوت برای امتحان. فینیتو کوسیتو. داشته باشید برای شما خانمت محترمتون. تمام شدم. اسماعیل سامانی دیواری بخارا بود. خواهش میکنم یه لحظه نزن بعدی. خواستم بگم که این کار دسته و میدونم باورت نمیشه، ولی اینجا این بیکرم بعد از این دون و جوونی خواستم با ساقم بکشم جا آب داست قاچ پایمون در نمیاد از صافداری که خودشون به لبردست. کجایی آرزوی مها کجایی دیدم رفتی به همراه باز کجایی بعد تو مفرتم شده بها کجایی زمستان سخته اما در خیال دارم میایی که امید نبودی به دنبال نمیومدم حتی یه بار چه دخترها که از پای همراهی با تو کشیدن عذاب و من دیدم رفتی به همراه با چه نقاشات کرد و سجون خیال و تو کوچه تمام تاریکی کشیدن چراغ با تو پیدا نشد. من دیدم رفتی به همراه با من دیدم. بچه ها سلام، آدینه بکام. من خوابیدم بیدار شدم، حالم از این زندگی به هم میخوره. توف به این زندگی، خیلی از همه چی ناراضیم. بیدار شدم دستم خارکسه خورد به در، این رگش خارکسه خورد به در، خیلی با درگیر شدم و اینا. کلی فوش خواهر مادر کشی کردم، دیدم اصلا چیزی نگفت، رامو گرفتم رفتم. آره الانم دارم میرم پا بزنم، حقیقتا زیاد مساعد نیستم. آره پاهامو میخوایم ببینید اینا نیست دیگه، چند تا پاس که اینجوری ترافیک عضله داره دیگه. آره اینم چون دیگه دیدم افسر انقدر به من جریمه داده، گفت انقدر ترافیک داری درست میکنی، من دیگه اونقدر پا تمرین نمیکنم. آره
خلاصه که الان از زندگی متنفر هستم. خواهر هرچی اینجور زندگی رو گاهیدم. آره فعلا آدینه بکن فعلا. بچه ها سلام. خیلی ها کسکیلیت کرده بودن گفتن هنری جون به من. هنری بود آرایشگره تو ماواره بود تو NTV NTI بود چی بود اون NTI وای آره تو NTI وای بود اون آره این چه سینه هایی داره همینه. آره اون یارو هنری بود. هنری آرایشگره یادتون هست؟ آب گرم نمیشه چرا. هنری بود هنری. آره رگانه ببینی. نه شما به همه بگین خونه ما استخر داره. بذار من شیرجه بزنم. قهوه‌اش آیس کوزوبا کلم سوخت. آره تو گاهیدم. آره استخر گاهیدم. شما راحت این استخر